دوستان اگر این نشون بدن، این کتاب طهارت جلد سوم تالیف الفقیه المحقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی اینو در ایران چاپ کرده. در صفحه 457 همین کتاب در مورد طهارت الناصب، در مورد پاکی نواصب صحبت میکنه. در اینجا میگه که اما سایر طوائف من النصاب بل الخوارج فلا دلیل علی نجاستهم و ان كانوا اشد عذابا من الكفار. بقیه نواصب دلیلی بر نجاست ظاهریشون وجود نداره، نجاستشون وجود نداره، ولو اینکه عذابشون از کفار خیلی بدتر سخت‌تر باشه از کی؟ از کفار و کسانی که به اصطلاح منافق هستند. بله. فلو خرج سلطان علی امیر المؤمنین علیه السلام لا به عنوان التدین، به خاطر تدین، بلکه للمعارضه فی الملک او غرض آخر که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و اشباهم، کسانی دیگری که به خاطر تدین نه بلکه به عنوان مخالفت در پادشاهی در ملک علی ابن ابی طالب بر علی قیام بکنن، مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و مانند آنها، او نسب احد عداوه له او لاحد من الائمه، کسی که دشمنی داشته باشه با این با سیدنا علی و با یکی از ائمه اهل بیت، لا به عنوان تدین، نه به عنوان تدین، بل عداوت قریش او بنی هاشم، بلکه به خاطر عداوت قریش او بنی هاشم باشه، او العرب، یا به خاطر عداوت دشمنی با عرب باشه، او لاجل کونی قاتل والده او ابی، یا به خاطر اینکه اونها قاتل پدرش یا فرزندش باشه، او غیر ذلك لا یوجب ظاهرا شیء منها نجاست ظاهریه. اینا دلیلی نمیشه به خاطر نجاست ظاهری. ادامهش خیلی جالبه، و ان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير، در حالی که اینها خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هم باشن. یعنی عایشه و زبیر و طلحه و معاویه مانند اینها، این زندیق رافضی خبیث خمینی میگه که اینها خبیث‌تر از کلاب و سگ‌ها و خوک‌ها هستن، اما نجاست ظاهری ندارن.